زمینی سرخ شده های بیرون چقدر ترد و خوشمزن، بعد تو خونه که درست میکنیم اونجوری نمیشه. امروز قراره بهتون اینو یاد بدم که چجوری سیب زمینی ها رو ترد و خوشمزه کنید. مواد لازم برای سیب زمینی های ترد خوشمزه: سیب زمینی به تعداد نفرات تا به میزان لازم، نمک، گلپر، سس فرانسوی، البته از این سس فرانسوی بزرگ من نداشتم، از این کوچولوها گذاشتم، و روغن برای سرخ کردن. سیب زمینی ها رو پوست میکنیم، میشوریم و خیلی درشت خورد میکنیم. سیب زمینی ها رو پوست کندیم و درشت خورد میکنیم. حواستون باشه زیاد سایزاشون کوچولو نشه، چون وقتی داریم با آب میپزینش له میشه. توی یه قابلمه که آب ریختیم، نمک هم میریزیم، سیب زمینی ها رو هم میریزیم توی اون و با هم میجوشونیمشون تا زمانی که سیب زمینی ها یه حالت نرمی به خودشون بگیره، نه خیلی پخته بشه نه خام باشه، حد وسط. حدود 10 دقیقه طول میکشه تقریبا، ولی چک کنید سیب زمینیاتون رو. بعضی سیب زمینی ها زود پزن، بعضیشون هم دیر پزن. سیب زمینی ها که به این حالت رسید صافشون میکنیم و با آب سرد میشوریمشون. بعد توی یه صافی صافشون میکنیم، آبش که جدا شد بعد میذاریم کمی خنک بشه. روغن سرخ کردنی رو توی ظرف دیوار بلند قرار میدیم و حسابی که روغن داغ شد این سیب زمینی ها رو داخل اون روغن سرخ میکنیم. با دستمال کاغذی کف یه سینی میچینید. وقتی سیب زمینیاتون سرخ شد اینجا میچینیدش تا روغن اضافیش رو بگیره. همین روغن اضافی گرفتنش باعث میشه که سیب زمینیاتون هم ترش‌تر بمونه، هم روغن کمتری وارد بدنتون بشه. صدای زمینی سفت شدن ترد و خوشبو میشه. از روغن در بیاریم، میچینیم روی دستمالمون. ما رفتیم سس خریدیم، جاتون خالی. با این سس فرانسوی و پودر گلپر. ولی سیب زمینی با سس کچاپ بیشتر میچسبه. حالا شما اینو بخورین، تو کامنت ها بنویسید سس کچاپ یا سس فرانسوی. تجربه متفاوت. من که فن سس کچاپم. خیلی هم عالی. حالا سس فرانسوی بخور ببین چه می‌بینی. مثل این کلی ویدیوی آموزشی غذاهای خوشمزه داریم. کانال ما رو سابسکرایب کنید، یادتون نره برامون کامنت بذارین. تا ویدیوی بعدی اجاقتون گرم.